دوشنبه 6 آگوست سال 1945 ساعت 8:16 صبح بود. هواپیمای آمریکایی به نام اینولا گی بمب اتمی به نام لیتل بوی یعنی پسر کوچک را روی شهر هیروشیما رها کرد. این مأموریت با دستور مستقیم هری ترومن رئیس جمهور آمریکا انجام شد. بمب روی زمین نیفتاد، بلکه در ارتفاع حدود 600 متری بالای زمین منفجر شد. با این کار خواستند تا بیشترین تخریب و اثر حرارتی را ایجاد کنند. در همان لحظه نور خیره کننده‌ای همه جا را روشن کرد و موج شوک ساختمان‌ها و پل‌ها را در شعاع بیش از 1 کیلومتر نابود کرد. هدف اصلی آمریکایی‌ها پل آیوئی بود. پل آیوئی در هیروشیما یک پل تی-شکل بود که خطوط ریلی و مسیرهای مهم عبور کالا و نیرو را به هم وصل می‌کرد. بمب از هدف منحرف شد، اما انفجار در ارتفاع باعث شد منطقه وسیع‌تری ویران شود. در همان لحظه حدود 70,000 نفر جان باختند و تا پایان سال 1945 شمار قربانیان حدود 140,000 نفر رسید. بیشتر آنها بر اثر سوختگی، جراحات یا تشعشعات رادیواکتیو جان خودشان را از دست دادند. بازماندگان که بعدها به نام هیباکوشا شناخته شدند، با سوختگی‌های شدید و بیماری‌های طولانی مدت ناشی از تشعشع بمب اتم زندگی سختی را طی کردند که به بیماری سرطان یا مشکلات ژنتیکی مبتلا شدند. زیرساخت‌های شهر که شامل آب، برق و حمل و نقل بود، کاملا نابود شد. پل‌ها و خطوط ریلی تخریب شدند و توان ارتش ژاپن که شامل مدیریت و سازماندهی و حمل و نقل و توزیع منابع و تجهیزات و نیروها برای پشتیبانی عملیات نظامی یا پروژه‌های بزرگ همه کاملا نابود شدند. آن روز شخصی به نام یوشیتو ماتسوشیگه تنها عکاسی بود که تونست فقط 5 تصویر واقعی از خرابی ها بگیرد و او در 92 سالگی سال 2005 درگذشت. در آن زمان حتی سایه انسانها و اشیا بر اثر حرارت زیاد روی دیوارها و سنگها حک شدند و هنوز هم به عنوان اسناد وحشتناک انفجار باقی مانده‌اند. چند روز بعد 9 آگوست 1945 ناگازاکی هم مورد هدف بمب اتمی قرار گرفت. در نهایت بعد از 9 روز ژاپن تصمیم گرفت در 15 آگوست 1945 تسلیم شود و آن روز بود که جنگ جهانی دوم پایان یافت. شدت انفجار و اثرات رادیواکتیو سالها ادامه یافت و نسل‌های بعدی بازماندگان گرفتار بیماری‌های ژنتیکی شدند. با این حال هیروشیما دوباره ساخته شد و امروز شهری مدرن و امن است، اما یادبود صلح هیروشیما همچنان زنده نگه می‌دارد که بمب اتمی چه پیامدهای هولناکی داشت. هیروشیما فقط یک شهر بمباران شده نبود. این فاجعه به جهان نشان داد قدرت بمب‌های اتمی تا چه اندازه ویرانگر است و در عین حال بازماندگان با امید و تلاش بسیار توانستند زندگی را دوباره بسازند.